افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام نمیره های شیرینی بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امشب من با شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه سزای خیانت را میخوانم. بود نبود در یک حوض 40 قورباغه بود. زندگی 40 قورباغه ترتیب نداشت. هر یک قورباغه چی میخواست میکرد. یکی با دیگری خلال می رسانید. زورها کمزورها را آرام نمی گذاشتند. یک روز یک قورباغه محمدانه 39 قورباغه را جمع کرده گفت: چرا در این عالم همه مخلوقات زنده به خود سردار دارند؟ با مصلحت و نشاندادی او کار میکنند و ما نداریم؟ سردار در کار، گفت قورباغه پیر. در کار گفتند قورباغه ها بین خود مصلحت کردند و همون قورباغه محمدانه را برای خود سردار انتخاب کردند و گفتند از همین روز اعتباراً همه با مصلحت و دلالت همین سردار کار میکند. کسی که از خطی کشیده سردار برآید جزایش را میدهیم. سردار قورباغه ها اول کارهای خوب میکرد. دستورهای مفید میداد. در جمعیت قورباغه ها نظام و ترتیب را جاری کرد. لیکن چند وقت گذشته بود که از خود رفت. رفتارش دیگر شد. قورباغه ها را بیهوده و بهوده تنبیه میداد یا تحقیر میکرد. از او بیزار شدند. طاقت دیدن رویش را نداشتند. یک روز جمع شدند و مصلحت کردند. ما از دست این سردار بی انصاف در عذاب ماندیم. اگر پیش این را نگیریم حالمون از این بدتر می شود. قرار دادند که سردار را داشته می زنند و آگاه می کنند که اگر رفتارش را دیگر نکند نغزکک جزا می دهند. سردار بعد آن که نغزکک شده خورد تولا کرده گفت: توبه کردم، مرا سر دهید، توبه کردم. قورباغه ها سردار را سر دادند. چند روزهای اول نغز سرداری کرد، ولی از بس که مخلوق بدکینه و درون سیاه بود و طینت ستم پیشه را داشت، علم جزایی که از قورباغه ها دید از دلش نرفت و یک سحر نامعلوم از حوض برآمد و راست به خانه مار رفته گفت: میخواهی شکمت سیر و غمت دور باشد؟ اگر خواهی همراهی من بیا. در حوضی که من زندگی میکنم 39 قورباغه هست. من آنها را یک دعوت میکنم، تو آنها را داشته میخوری. مار همراه سردار به لب حوض آمد. سردار به حوض در آمد و گفت: ای جرها، من سحری بیرون رفته حوض یافتم و سیب و سیراب. آب برای 3 برگه غیل میزند و 3 برگه برای آب. گرداگردش پر از حشرات. هر چقدر خواهی داشته میخوری. آنجایست کرای زندگی کردن. قورباغه ها گفتند: این خیل باشد ما را آنجا بر. اگر ما را بری و راحتی بینیم باور حاصل میکنیم که ما تو را بیهوده سرداری خود انتخاب نکرده ایم.
سردار گفت اگر ما همه یک جایه رویم، ما رو پرنده و درنده ها داشته میخورند. باید یک تا نامعلوم رویم. من شما را یک تا دعوت میکنم، یک میبرید و آن سوی حوض راهنمایی میکنم. قورباغه ها قبول کردند. سردار به لب حوض برآمد و یک نام قورباغه ها را گرفته جیغ زدن گرفت. هر قورباغه رو که از حوض می برآمد مار داشته میخورد. مار بعد آن که همه قورباغه ها را خورد به سردار اکنون تو را میخورم گفت من که به تو اینقدر نیکی کردم، چرا برا هم خوردن میخواهی؟ نخود سزای نیکی بدی باشد. مار گفت تو به همجنسانت به یار و دوستانت خیانت کردی. اگر خیانتکار جزا نبیند، خیانت در این عالم رواج میگیرد و مثل بیماری گذرانده ضرر میآورد و خرابی. ممکن است از خیانتی تو من هم روزی ضرر بینم. سری خیانتکار کفته به میگویند. مار چنین گفت و سردار را فرو برد. انا دیدید نبیره های عزیزی من چاهکن زیر چاه شد. این بود افسانه سزای خیانت. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براهد بانو. خواب شیرین عزیزکان من، شب بخیر. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان.